درود دوستان عزیز، برنامه میگویند کی است و ما حالا در انستیتوت بوتانیکا فیزیولوژیا و ژنتیک رسانه‌ای اکادمی ملی علوم‌های جمهوری تاجیکستان قرار داره و در اینجا یک قطعه تجربوی است که میوه‌های گوناگون پرورش کرده می شود، خاصتا میوه‌های سوبتروپیکی و اومدیم که در این قطعه تجربوی کمی صحبت کنیم با پروفسور عضو وابسته اکادمی ملی علوم‌های جمهوری تاجیکستان سعید علی گلوف. درود استاد، شما خوب هستید؟ خب می‌خواستیم همین تجربه های شما رو، همین کارهایی که طی چند سال اخیر در اکادمی خصوصا در انستیتوت بوتانیکا فیزیولوژیا و ژنتیک رسانه‌ای انجام داده می شود صحبت کنیم. خب اینجا چگونه میوه ها پرورش کرده می شود؟ گفتن ضرور است که قطعه تجربی انستیتوت فیزیولوژیا انستیتوت بوتانیکا فیزیولوژیا و ژنتیک اکادمی ملی تاجیکستان یکی از قطعه های تجربی می باشد که در اینجا بسیار پرابلم های رشد صحی رسانه پروری، پرابلم هایی که امروز در سمت رشد من درختان میوه دهنده، زراعت های غله‌دانگی، کارتوشکا، پخت پروری وجود دارد آموخته می شود. یکی از همین منطقه دیگری که به واسطه مشغول هستند با پرابلم های آموزش روندهای فیزیولوژی، روندهای بیوشیمیایی، رسانه های میوه دهنده می باشد که در اینجا مجموعه کالکسیای رسانه های سیتروسی و سوبتروپیکی جمع آورده شده است که در اونجا برای حل این پرابلم ها ضرور هستند. برای چی؟ برای آن ضرور هستند که امروز علم باید برای رشد این ساحه و پرابلم هایی که در پیش می ایستد باید علم آماده باشد. اگر علم این چیز رو آماده نباشد در حالت پیدا شدن این یا آن پرابلم هایی که امروز ناگهان پیدا می شود یا مانند وباهایی که امروز در جهان پیدا شده است، این مسئله جواب یافتن مشکل است. از این خاطر باید اگر علم متخصصان در این چه آماده باشند، آموزشان که در حالت پیدا شدن تغییرات اقلیمی که امروز تمام عالم را فرا گرفته است، ما باید آماده باشیم. از این خاطر در منطقه تجربی انستیتوت فیزیولوژیا تجربه مخصوصی گذاشته شده است که آن برای آموزش روندهای فیزیولوژی رسانه های میوه دهنده با خود اینتنسیو روان کرده شده است، خصوصا چون که در سالهای اخیر در تاجیکستان رشد صحی با خود اینتنسیو خیلی فرا گرفته است و با سپارش دستور به واسطه پیشوای ملت امروز 3 برنامه صحی باغ پروری قبول کرده شده است که در آن همه وقت تاکید شده است که باید ما آهسته زینه به زینه باید با سیستم باغ اینتنسیو گذاریم. باغ اینتنسیو چی هستند؟ آنها قد کوتاه هستند. آنها قد کوتاه هستند، تیز به حاصل می‌دارند، سیر محصول هستند و اداره کنی آنها بریش شاخه ها، جمع آوری حاصل، مبارزه ضد زرسان و کسلی ها، نگاهبین غذادهی آنها همه آنها با آسانی اجرا کرده میشد و در این حالت ما میتونیم هم زیچی آنها در یک حدود زمین خیلی زیاد است. مثلا در باغ‌های در شرایط تاجیکستان 3 نمود باغ‌ها اصلا کار میشد: باغ‌های اکستنسیو، اینتنسیو و سوپر اینتنسیو. اکستنسیو تا 300-400 درخت در یک هکتار، سوپر اینتنسیو تا 1500 درخت در یک هکتار. اینتنسیو سوپر اینتنسیو باشد از 1.5-2000 تا 5-4-5000 درخت در یک هکتار که حاصلناکیشان اگر ما آن را درست نگاه کنیم و نوهای آن را موافق شرایط تاجیکستان مطابق کنیم و نشان دهیم، حاصلناکی آنها تا 50-60 تن است. یعنی از یک هکتار یعنی حاصل 10 هکتار را ما میتونیم از 1 هکتار گیریم. یعنی 9 هکتار خالی شده میتواند که برای استحصال دیگر زراعت هایی که امروز برای تاجیکستان ضرورت برای تامین امنیت غذایی استفاده برده شود. همین چند سال از استاد مثلا؟ همین سال دوم است الکای من موضوع حاصل دهنده پیدا شده است. همین سال دوم، سال یکم الکای نشانه ها بودن الکای من امسال من باور دارم که امسال با الکای حاصل میدارن. حالا اون رو ما شکل نداریم به خاطر اونکه حالا برگ ها باید پر درختان کرد شوند، بعد شکل داریم. برگ بعد پر پرت افتاد آنها برگا که پر که خزاندریزی پر اجرا گردید، بعد از اون بعد بریشی آنها رو برای میمونیم. یکی از پرابلم هایی که امروز باید حل گردد این شکل داری درختان میوه دهنده باغ‌های اینتنسیو هست. امروز اشتباه در باغ‌های اینتنسیو کشور از آن عبارت است که نه همه آن را موافق طلبات شکل می‌دارند، چون شکل داری باغ‌های اینتنسیو نسبت به باغ‌های انانی فرق می‌کنند. اگر ما شکل داری آن را از روز اول به ترتیب نداریم، موافق طلبات اجرا نکنیم، در آینده ما پرابلم زیاد پیدا می‌شود. مثلا چگونه است؟ اینکه وقتی درخت بسیار قدش بلند می‌شود،
اداره‌کنی آن مشکل می‌گردد حاصلناکی آنها سالبند میشن سالبند یک سال حاصل میدهد یک سال حاصل نمیدهد یعنی این پرابلم ها رو باید ما در باخوی اینترنتی تشکیل کنیم هم بورش آنها و تغییر یابی این حاصل سالبندی رو از چی حساب کرده میتونیم که ما در همون قدر میوه مونیم که در یک درخت که همون قدر برای همون سال کفایه است موجهای خالی شده برای سال دیگر گل میکنه آنها یعنی ما باید تنظیم دهیم اون رو یعنی با طریق تنظیم دادن حاصل ما میتونیم که حاصل بندی هر سال رو در باغ اینتنسیو تامین نماییم یعنی استاد میشود که همین گونه متخصصان رو تربیت کرد که امروز همین تنظیم درارن همین متخصصان امروز در جامعه اگرای تایستان در فاکولته باغ پروری و اگرونومی این متخصص تیار کرده میشد و تمام تجربه هایی که در اینجا هست با دانشجویان گذرانده میشد با دانشجویان با ماجستران با اسپرانتون چون که اون مقصد آموزشی آنها است که تیار کنیم متخصصان و در آینده رشد دادن این ساحه است چون خواجگی دوران باید همکاری کنند با شما انا کنون مقصد اساسی این تجربه های ما از چی برات است ما مقصد ما همین است که ما باید توصیه های از نقطه نظر علمی اساسناک رو پیشنهاد کنیم اون چیزی که ما شنیدیم همین خیلی شده همین طور نه من برای چی همین خیلی بلند حاصلش هست برای چی این خیلی شک دادن در کار است برای چی این طور شنیدن در کار است برای چی این طور غذا دادن در کار است با همین سوالات از نقطه نظر علمی باید ما جواب اساس تیار کنیم توصیه اساس نک دهیم که برای رشد این ساحه و برای درآمدناکی و سرمحصولی این زراعت ها امکانات ها پیدا شوند یعنی بغیر از باغ‌های اینتنسیوی سیبی که در اینجا ما دیدیم باز در تاجیکستان در سالهای اخیر پرورش کیوی براهمانده شده است البته در بسیار خواجگی ها در جنوبی تاجیکستان در تاجیکستان مرکزی البته پرورش کیوی براهمانده است که در اینجا پرابلم ها حل پرابلم های علمی هست که آن را باید ما حل نماییم که در حالت با وجود آمدن این پرابلم ها عالمان توان توصیه دهند برای همین در اینجا در نمودهای گوناگونی کیوی شناخته شده است آنها رو هم از نقطه نظر فیزیولوژی هم از نقطه نظر بیوشیمی و هم از نقطه نظر اگرotechnology آن را آموخته شدند که آنها توانند اینها رو توانیم ما با شرایط تایستان مطابق گردانیم و آن نوع و نمودهایی که برای شرایط مطابق است به آنها رو توصیه کنیم چون که این زراعت نو هست تفاوت خیلی زیاد دارد از نقطه نظر غذانوکیش هم خیلی منفعت است ما بعد حاصلناکی خوب هم میدهد امروز البته در ناحیه تاجی مرکز وادی حصار وادی وخش منطقه کلوب شهر دوشنبه البته پرورش آن برای مدت البته حاصل گرفته شدن یا چند سال دارن استاد اینها البته سال سوم است سال سوم البته شنودگی هستند و که آنها با واسطه به آنها این در اصول اساسی زیاد کنی آنها با واسطه تخم است با واسطه پیوند کنونی اگر من تخم خود پیوند کنم در سال ششم هفتم با حاصل می‌دارد در وقت پیوند کنم در سال سوم چهارم با حاصل می‌دارد با چی پیوند میکنن این تک پیوند است از میوه‌ای که از تخم می‌گیریم خود تک پیوند از تخم سبزیدی کیوی است و وقتی که اگر باید ما پرورش کنیم میوه خرد میشن نسبتاً کم و صفتی خود رو کم بتن برای اگر ما پیوند کنیم در حالت پیوند کردن ما میتونیم که آنها رو در شرایط حاصل بکنیم بغیر از اون پرابلمی که پیوند کردن یا اصول های زیاد کردن و غذا دهیشان با شکل درارشان است اینها رستنی های خزنده هستند پیچیده بسبزن مانند انگور مانند در زراعت های پیچنده که باید ما طرز شکل دراری آنها رو طرز با پایه گذاشتن در کار چند متر شناختن در کار همین آنها رو در همین مقصد اساسی در این قطعه تجربی که گذاشتن از همین بابت است و رساله های ماجستری و این نامزدی در این موضوع پیشنهاد کرده شد که نتیجه علمی با مردم و با علم معرفی کردن. چقدر پیشرفت داره توزیر مثلا پرورش کیوی من فکر میکنم برای شرایط تاجیکستان در آینده بغیر از اون رسانه‌های سبتروپیکی که امروز پرورش کرده میشه انانوی و اینترودوس شده بود بغیر از اون کیوی پرورش کردن در کار است زیتون برای آمدن در کار است یافته چون که تغییرات اقلیمی هست بعد فیخواه است فیخواه اینم یک رسانه‌های سبتروپیکی خوب است ما در نظر داریم در همین سال آینده همین زراعت فیخواه را به تاجیکستان وارد کنیم بیاریم و آن را پرورش کنیم چون که این تجربه ها البته در سالهای پیش در ما بود واس همین در مردم هم البته حواس این پرورش این زراعت هست فکر میکنم که آنها در آینده پرورش کنیم اگر یعنی ما همین گوناگونی درختان میوه دهنده سبتروپیکی در تاجیکستان زیاد میکنیم یعنی ما ضرورت از بیرون وارد کنیم نداریم خودمون تامین کنیم چون که مقصد اساسی ما اصلا تامین کردن و خودمون هست در این خطی تجربه که ما حاضر ایستادیم
بغیر از رسانه‌های میوه دهنده مثل گریپ سوبتروپیکی با رسانه‌های گوناگون سیتروسی پرورش کرده میشد با مانند لیمو، افلیسون، نارنج، گریپ فروت، لایم دیگه این زراعت‌هایی هستند که امروز در تاجیکستان یک سهم خود را امروز گذاشته سازند در رشد ساحه کشاورزی. یک از پرابلم‌های اساسی ما این بلند برداشتن محصولات آنها میباشد. برای بلند برداشتن پیش از همه این رشد زیاد کردن اصول‌های زیاد کردن آن برآمده است که اصول اساساً اصول قلمچه کننده است. برای افلیسون و نارنج و گریپ فروت در تک پیوندی از قلمچه پیدا کرده شده باید ما پیوند گذارونیم. افلیسون، اپلسین، ماندارین، نارنج، گریپ فروت، لایم آنها در لیموی قلمچه کرده شده پیوند کرده میشد. همین تجربه ها رو در اینجا گذرانده شدن، البته آموخته شدن چون که برای پیشنهاد کردن به فرمیران و با دیگر خواجگی ها که اینجا قلمچه هست. اینجا قلمچه های لیمو هست که همین سال در اینجا باز آموخته میشد تاثیر رشد چند نمودهای گوناگون درخت قلمچه کنونی آن موادهای رشد دهنده قلمچه ها که آنها به مانند گیتر اکسین ها اینها آموخته میشن که خیلی در وقت قلمچه کنندن در محلول آنها ترک کرده تا 18 20 ساعت مانده میشد بعد شناده میشد معاین کرده میشد که همین قلمچه‌های ما در کدام کنسنتراسیون در کدام زراعت در کدام حالت در کدام مهلت به منفعت کار است یعنی چطور خوب ریشه میگیرد چطور نوع آنها بر نمود آنها ظاهری آنها خوب میشود نشنمای نوده ها خوب میشود همین ها در اساس تاثیر ماده‌های رشد دهنده که امروز در اینستیتوت هست و تجربه گذاشته شدن و ماگستران در اینجا تجربه میگذارند و آنها بعد از یک سال نگاهبین در جای اول آنها را به گرمخانه دیگر گذرانده میشد برای خاطر تیار کردن قلمچه‌های پیوندی. نه اینجا الکه نهالایی که الکه سال دوم است اینها پرورش کرده میشن. مقصد در جای دائمی شنوندن این تشکل دادن خودی نهال لیمو می باشد چون که برای شنوندن نهال‌های خوب اگر برای شنوندن نهال‌های 2 ساله 3 ساله شنونیم اگر تیز به حاصل می‌دارن. خود لیمو در سال یکم حاصل میداد. اگر ما دقت دیم الکه نهال‌هایی که سال یکم برای شنوندگی هستن الکه میوه‌ها یک چند دانگی میوه دارن. یعنی این چرا نشان میداد؟ این نشان میداد که ما قلمچه‌ها را از درختان سرحاصل از درختان سالم از درختانی که آینده حاصل خوب میدهند گرفته ایم و آنها در اینجا نهال‌های به دست آوردهمان نهال‌های سالمی سرحاصل میباشند و در کدام خواجگی که اگر برده شنونه آن نتیجه خوبی دلخواه برای حاصل معین گرفتن آنها داده میشد. چون که در اینجا ببینید نهال‌ها الکی خوب خود را حس میکنند آزادتر حس میکنند و برای آینده شنوندن آنها و امکانات و شرایط ها فراهم آورده است که در اینجا بعد از شنوندن الکی ما میتونیم با خواهش خواجگی داران آنها را برای شنوندن توصیه کنیم. من چقدر که در اینجا میبینید الکی یک قسم آنها را برای شنوندن با استحصالات پیشنهاد کرده شدند که یعنی نتیجه کار علمی الکی با استحصالات روان کرده شده است. طرز روی پوشش من میخوام طرز روی پوش این لیمو در روی پوش کردن لیمو درخت لیمو در حرارت -3-4 درجه سرما میزنه. -3-4 درجه اگر در داخل باشه. لیکن ما حرکت میکنیم که در داخل این گرمخانه حرارت مثبت باشد +1 +2 تا +8-10 درجه. از وقت زیاد گرم کردن در کار نیست. از وقت زیاد گرم کنیم نهال‌ها به رشد می‌یابند بلند که رشد یافتن گفتن آنها زمستان گذاران چون سوس میشد. همین قابلیت زمستان گذارانش سوس میشد بعد آنها در اون وقت ضرر دیدنشون ممکن است. برای همین ما حرکت میکنیم که درخت در حالت کرختی اجباری باشد. یعنی همونها دویم در حالت کرخت ما مجبور کنیم که نیم کرخت هستن. همین خوب است. برای این چیکار کنیم؟ هم گرمخانه رو پیشاندن در کار هم گرمی تامین کردن در کار بر روزهای گرم که آفتابی هست از دو طرف درها رو گشوده مانیم که نقص شامل شود حرارت بیرون و داخل قریب که یخل میشه. یعنی درخت ما امکانات نمیدیم که باید رشد یابد در فصل زمستان. بعد بهار که هوا گرم شد باید با طبیعتا رشد یافته تا ترمو امکانات سبزیش خود رو فراهم آورده میتونه. تجربه دیگری که ما اینجا باز گذاشته شده است در قطعه تجربوی این آموزش اصولهای زیاد نبودن رسانه‌های سیتروسی گوناگون و مانند گریپ فروت، لایم، لیمون پاندروزا، سیترون، اپلسین های نوهای گوناگون و بغیر از آن اینجا ما در سالهای 2 سال آخر آموزش درخت خربوزه نامش این نام دیگر پاپایا که الکی با گل کرده به حاصل درآمده شده است
این رو آموخته شدیم که در شرایط تایسان آینده آن رو براه مونیم. اصلا کی پخته میرسه؟ این باید تا ترامو اومده پخته رسد، لیکن اصلا در سال دوم حاصل میدهد، لیکن این در سال یکم حاصل الک گل کرد. برای همین ما این رو که در حالت آموزش هست، حالت توصیه دادن نمیتونیم که گوییم که این همین سال باید پخته میرسد یا که باید، چون که آموزش های اول است، سال اول آموزش اول است. بغیر از اون من اینجا زراعت‌ها دیدید شد، من اینجا من اونجا ده هست، این درخت اوکادو هست. اوکادو من این درخت من اینجا نهال اوکادو است، من ببینید نهال اوکادو اینجا هست. اینجاست، من با یک دیگر اینجا من اینجا شما دیگه هستیم. من اینجا من نهال درخت اوکادو من علاقه زیاد روش کرده. کدی ما سه چهار نوع‌های گوناگون اوکادو، مانگو درخت‌های آموخته شدیم که در تایسان تا حاضر امروز آموختگی نبودن. بله. اونها رو ما باید آموزونیم و نشان دهیم که آینده در شرایط تایسان پرورش کردن ممکن است یا ممکن نیست. بله. چون که علاقه باید هم در همه وقت علم باید از استثمارات پیش باشد. که همین که توصیه‌ها می‌رفتن برای گرفتن من نمودهای گوناگون ماندارین لیمون مرا ببینید، ماندارین اینجا پیوند کرده شده است. من پیوند کرده است. من اینجا کارمند علمی ما مراد توشف یکی از متخصصای بهترین همین ساحه هستند که پیوندگری خوب هستند. من به دستشون پیوند کرده هستم. من شاگرد ما هستم. یکی از ماندارین پیوندی چند سال است؟ الان 2 سال پرشید 3 سال رفت دیگه. الان بلند حاصلش بستگی. بله. حاصل هم داده شده است. همینطور نمودهای گوناگون اپلسین ماندارین حاضر میگذاریم باز با قطعه دیگری که ما با استحصال آن براه مانده هستیم. باز در اینجا شناس میشیم با حاصل بندی رسانه‌های سیتروسی دیگر با مانند اپلسین و ماندارین دیگر نوع‌های دیگر. یک چیز دیگر است استاد، مثلا آبی گرم. آبی گرم میگذارونید برای گرم با طور سونی ما گرم میکنیم. با طور سونی گرم در فصل زمستان در شب‌های سرد با طور سونی گرم میکنیم، چون که این گرمخانه روی زمینی ضرورت گرم کنی دارن. بله. در شرایط تایسان ضرورت گرم کنی. در خانه‌های زیر زمینی آنها حساب گرمی زمین گرم کرده میشن. بله بله. برای همین گرمی داده میشد. برای همین نوبستان در گرمخانه روی زمین است، زیر زمین است، باید گرمی سونی ناگهانی باید باشد، چون که در شب‌های سرد ناگهانی امکانات نجات دادن درخت را داشته باشید. چون که اگر ما بگیم که نه همین هوا گرم بیاد، این نادرست است. باید ما حتما همین زراعت رو حمایت کنیم، چون که این هوا خنک‌های ناگهانی ممکن در یک سال یک شب شود، 2 شب شود یا یک چند ساعت شود. لیکن برای این همه وقت ما توصیه میدیم که در گرمخانه روی زمینی است، زیر زمینی است، مخصوص اسباب‌های گرم‌دهنده سونی که به واسطه انگیش یا که به واسطه دیگر موادهای سوزنده گرم می‌شود استفاده برن. در وقت ضروری استفاده برن، در وقت ناضروری ضروری استفاده نکنن. بله. خب ما گذاریم با قسم تجربه دیگر باشه. الان میگذاریم با قطعه تجربی که نهایی هست، یعنی نتیجه همین کاری کردگی ما باید در اینجا پورا آموخته شود و بعد از آن توصیه داده شود. بله. که در اینجا با گرمخانه روی زمینی کرده میشد که در اینجا هم افلیسون، هم لیمو، هم ماندارین، هم گریپ فروت، هم دیگر زراعت‌های میوه دهنده که نه به تایستان وارد شدن، مانند بادرنگ مکزیکویی، چایوتا، ماموردیکا، دیگر زراعت‌هایی که امروز ما ضرورت آموزشی آنها در تاجیکستان هست، ما آن را در همونجا پرورش میکنیم و بعد توصیه میدیم. چون که پرورش رستنی‌های سیتروسی در آسیای مرکزی پرورش رستنی‌ها این نتیجه کار عالمان تاجیکستانی هست که سالهای 30 عصر گذشته، سالهای 1934 35 36 آغاز یافته بود و آن تا امروز دوام دارد. و مکتب سیتروس پروری همین تاجیکستان این مکتب آسیای مرکزی است. پرورش آن در گرمخانه‌های زیر زمینی، در گرمخانه‌های نیم خندق‌ها، در خندق‌های خندق‌ها، در گرمخانه‌های روی زمینی این نتیجه عالمان تاجیکستان هست. برای همین امروز ما اگر ما این نتیجه را به دست آورده باشیم، در یک جا استیم که این نتیجه خوب است، این با اشتباه آورده میرسن، با خطاگی آورده میرسن. برای همین باید ما آموزش پای در پی آموختن کار است، نوع‌های گوناگون، شکل دیگه گوناگون، توصیه‌های گوناگون. چون که امروز در زراعت‌های میوه دهنده عموما تمام دنیا کسل‌های گوناگون پیدا شده است، حشرات‌های گوناگون نو پیدا شده است،
غذادهی گوناگون پیدا شده است اصولهای آبیاری نو پیدا شده است همه اینها رو باید ما آهسته آهسته در منطقه‌های تجربه آموزیم و در نتیجه توصیه‌های علما اساسناک باید ما با استحصال کنندگان پیشنهاد کنیم که آنها توانند ببینید که در اگر ما گیریم رسانه‌های سیتوریسا خصوصا لیمو رو گیریم پتانسیل حاصلدهی آنها امروز در استحصالات تا 1500 دانه از یک نهال گرفته شده. اگر ما ببینیم اگر نتیجه‌ای که تا سال تا دوره استقلالات گیریم اگر تا سال 90 گیریم اگر آنها همگی در تاجیکستان 2.5-3,000 تن استحصال میکردن. امروز در تاجیکستان استحصال و نتیجه آماری البته اگر درست بگم از 10-12,000 تن زیاد گشته است و پتانسیل تاجیکستان در آینده زیاد کنیم از 20-25,000 تن هم زیاد است. یعنی یکی از میوه‌های صادرات کننده کشور است معرفی کننده تاجیکستان میباشد چون که از جهت صفات از جهت لذت از جهت حاصل نوکی از جهت از نقطه نظر اکولوژی تازه بودن از همه لیموی بهترین لیموی تاجیکی است. امروز لیموی تاجیکی است استاد؟ لیموی تاجیکی است. این نام پیدایش این لیموی میر هست. نام لیموی میر است لیکن اون را در نتیجه گذراندن تجربه های گوناگون تغییریابی موجه های آنها برآمدن نوهای آنها امروز عالمان توانستند از داخل آن نوهایی که پیشتر بود گرفتن لیموی تاجیکی به دست آوردن که این نو لیموی تاجیکی در اصل گیریم اگر باید این لیموی تاجیکی گوییم نه لیموی میر چون که الکی در دوام 100 سال قریب که شده است این در تاجیکستان پرورش یافته می‌یابد و در وقت هر یک قلمچه کنونی از هر یک موجه یک نمودی درخت نهال می‌سبزد که پیوند میشه از هر یک قلمچه کریمو که آنها از جهت خصوصیاتشون فرق میکنن. مثلا گرم 1000 تا اگر شما قلمچه کنید یا 10,000 قلمچه کنید 10,000 ممکن 100 دانش تماما دیگر شکل تغییرات گیرد. برای این رو عالما گرفتن و این گنخونه در ما هست این لیموی تاجیکی است که این میانه قد هست قد بلند نه میانه قد یعنی قدش کوتاه‌تر است که در شرایط تا 2.5-3 متر چون 3 متر شرایط تاجیکستان اصلا در گرمخانه پرورش میکنن برای این لیمویی که میانه قد است یا قد کوتاه است با خشکی طاقت آور است و با همین پرورش آن در شرایط تاجیکستان امکانات خوب فراهم می‌آورد همون نوها رو همون نمودها رو ما باید توصیه کنیم که شرایط این چیزی که موجود اینجا هست این به همین است ببینید اینجا بین نهال ها 3 متر بین قطارها 3 متر است بین نهال ها 2 متر یعنی ما در اینجا دیواری میوه تشکیل کرده هستیم بین اینها فاصله نیست بین درخت‌ها یعنی دیواری میوه که در اینجا از همین از یک طرف تا آخر لیمو بغیر از لیمو در تاجیکستان سالهای الکی 60-70 آغاز پرورش وای بود اپلسین ماندارین لیکن این قدر طلبات زیاد نیست به خاطر اون که نسبت لیمو این ارزان‌تر است لیمو گران‌تر نرخش قیمتش بلند است برای همین امروز این افلیسون است افلیسون نوهای گوناگون چون که این افلیسون نوی گاملین هست نوی که از خارج کشور آورده هستند برای شرایط تاجیکستان مطابق کردن که بسیار با شرایط تاجیکستان مطابق است و حاصل خوب میداد اینجا با نوی دیگر هم هست این نوی واشنگتن ناویل میگن رو بنا واشنگتن ها این بود دیگه حجمش کلانتر است حجم کلانتر است این واشنگتن ناویل میگه بعد باز نوی دیگر نوی نیوپالیتانی هست بنا نیوپالیتانی هست نوی پرورش کردگی هستند که نوهای دیگر گون پرورش کردن نوی قد کوتاهی نو برآورده شده است این که این الکی بین در سال دوم حاصل میدهد یعنی ما امکانات داریم که همین پرورش اون رو در شرایط تاجیکستان پرورش کنیم درختی که اینجا هست این درختی گفتیم پاپایا ببینید الکی حاصلشان هست لیکن ما انتظاریم که کی اون پخته میرسد که باز فکر کنیم این نتیجه سال یکم نتیجه هست ما باید 2 سال 3 سال اون رو آموزیم بعد توصیه دهیم به استفاده کنندگان بغیر از اون باز ما زراعت‌های گوناگون درخت‌های میوه دهنده و سبزیجات می‌آموزیم این بادرنگ مکزیکویی هست چایوت نام دارد این رو اولی بهار ماهای مای شناخته می‌شود ماهای سپتامبر اکتبر پورا میوه الکی میوهش جمع آورده هستند حسب اون که کمتر دیرتر آمدید ما اینجا رو جمع کردیم همه زراعت‌ها رو حاصلش این بادرنگ مکزیکویی از یک درخت تا 50-100 کیلو گرفتن ممکن است حاصل در ترکیبش امینوکسلات موجود است از همین 24-25 امینوکسلاتی که موجود است برای معلوم است 17 تا امینوکسلات وجود دارد که امینوکسلاتی با که امینوکسلات عوض نشونده آنها برای جوانکنی انسان برای انسان کسری پیشگیری کردن برای بلند برداشت ایمنیته انسان و برای استعمال تر تازه برای کارکرد برای تیار کردن سالادهای گوناگون و مرینوات کردن یعنی با سرکه یا که با نمک خوب خموندن
بسیار موافق است خودش هم تماش به همون به ترب نزدیک است میکردیم این در شرایط تایسان علیه پرورش براه مانده شده علیه رساله های علمی اینجا دفاع یافتند و در سال در مثال در ترسنزاده پرورش کرده شدن در وادی ایسا پرورش کرده شدن در جنوبی تاجیکستان در ناحیه فرخور پرورش کرده شدن این مردم علیه میدان پرورش کرده شده فکر میکنم در آینده این اصول های علیه ما اصول های طرز زیاد کردنش پرورشش نگاه بینش ترتیبای شناندنش همش آموختگی هستیم و تفسیرنامه هم تیار است برای این 3 سالات بغیر از اون من 2 سال ها باز است این میوه ماموردیکا هست نامش ماموردیکا یا که این رو میگن انار هندی میگن که این بسیار میوه شفایی هست و میوه این خیلی خزنده پیچنده هست وقتی میپینه بعد پیچیده میسازد مانند انگور مانند کیوی مانند این بایم همه پیچنده است مانند هم بادرنگ مکزیکویی نه همشون هستن فکر میکنم که در آینده با پرورش اون پورا در داخلش میوه هست اینا میوه است میوه اینو میخورن میوه هست میوه ببینید میوه این مانند انار هست این میوهش بسیار شفایی هست این اصلا برای شفایی استعمال کنید و اون جای نداره این همه استفاده داخلش دانش اثر نفس شنونیم باز میسبزد این هم پوستش هم دانش هم خود داخلش برستنی برای انسان پیشگیری کردن کسال بلند برش انسان همچون غذایی است امروز رشد ساحه باغپروری در تاجیکستان یکی از سمت‌های اساسی کشاورزی است با تشبث به واسطه اساسگذاری صلح وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الله رحمان 3 برنامه رشد ساحه باغپروری قبول کرده شد برای سال‌های 2005 2010 برای سال‌های 2010 2014 2016 2020 که این امکانات داد یک تکون داد برای رشد ساحه باغپروری در همه سمت‌ها هم چیتوس پروری هم انگور پروری تاک پروری هم درباره رسانه‌های میوه دهنده باغ‌های اینتنسیو همه اینها برای پیشروی جمهوری خیلی ضرورند برای اونکه امروز استحصال میوه تاجیکستان قریب 1 میلیون تن است 850,000 از نتیجه آماری است در اصل از 1 میلیون تن زور است لیکن پتانسیل تاجیکستان اگر ما حاصل نکر بالان کنیم از 2.5 میلیون تن هم زیاد هست یعنی شرایط اقلیم تاجیکستان امکان میدهد که ما بهترین میوه را استفاده کنیم از نقطه نظر اکولوژی تازه با شرایط اقلیم تاجیکستان موافق و این امکان میدهد هم اقتدار صادراتی کشور بلند شود هم معرفی کنی تاجیکستان در نظر داشته شده است هم بلند برداشتنی سطح زندگی مردمی باشد برای من همین اگر این کارها ما درست براه مونیم فکر کنیم که این کار خوب و در درجه بلند انجام یابد اگر نتیجه خوب دهد برای رشد اقتصادی کشور یک سهمی همتا می باشد برای رشد اون تشکر زیاد سلامت باشید واقعا از صحبتی که امروز با شما داشتیم خیلی غذای معنوی گفته و خیلی معلومات جالب نیست برداشته و باور داریم که این برنامه‌ای که ما تهیه کردیم برای بیننده ما پسند آمد و معلومات جالب نیز گرفتن دوستان عزیز ما یک برنامه ویژه داشتیم در دیسیتی باتانیکا فیزیولوژی و ژنتیک رسانی اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان و یک صحبت جالب داشتیم با پروفسور عضوی وابسته اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان سید علی گلوف دوستان عزیز و باور داریم که برنامه به شما پسند آمد تا دیدار دیگر خیر